درود شنوندگان عزیز، شما نشر خبری این ساعت را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر با مهمترین تفصیل خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان میشنوید. امروز 7 اکتبر 2020 سال است. خبرهای این ساعت را از دوشنبه شروع میکنیم. از پگاه 8 اکتبر هواپیمای شرکت وطنی سامون ایر پروازهای منتظم را از دوشنبه به پایتخت ترکیه و بازگشت از سر میگیرد. گفته می شود که پروازها هفته یک مرتبه روز پنجشنبه با پرواز از دوشنبه ساعت 6 صبح و از استانبول ساعت 2:45 به وقت محلی انجام داده می شود. همزمان شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان به مسافران خط‌سیر دوشنبه استانبول اطلاع می‌دهد که همه مسافران باید موافق طلبات مقرر گردیده چاره‌های ضد اپیدمیکی نقاب و دستپوش داشته باشند. همچنان علاوه می‌گردد که اگر مسافرانی که تب و یا دیگر علامت‌های بیماری را در خود دارند به هواپیما راه داده نمی‌شوند. غیر از آن همه مسافران باید پیش از سوار شدن ورقه معین کننده مسافری را پر کنند تا آن را به خدمات داخلدار فرودگاه استانبول انتقال دهند. آنهایی که با شرکت سامون ایر پرواز انجام می‌دهند باید با خود شهادتنامه نبودن کووید 19 را داشته باشند که در دوام 96 ساعت پیش از فرود داده شده است. اینچنین پس از رسیدن همه مسافران خط‌سیر دوشنبه در فرودگاه بین‌المللی استانبول دوباره تشخیص کرونا ویروس می‌گذارند. از این رو شرکت هواپیمایی به همه شهروندان توصیه می‌دهد که با خود سوغاتی طبی داشته باشند. ادامه خبرها. دیروز در بینای سفارت تاجیکستان در مسکو بریفینگ سفیر تاجیکستان در روسیه اوید انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. یادداشت می‌شویم که 11 اکتبر در جمهوری تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می‌گردد که برای هموطنان در خارج کشور قرار داشته نیز در نزد سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های گنرالی مملکت و چسبگاه‌های رایدهی فعالیت خواهند کرد. محمد ساتورов سفیر تاجیکستان در روسیه برای نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه معلومات داد که راجع به روند کارهای آمادگی جهت برگزاری چهاربینی مهم سیاسی از جمله اوید به نامزدهایی که از جانب حزب‌ها و اتحادیه‌های جمعیتی تاجیکستان برای اشتراک در انتخابات پیشبری گردیدند معلومات منظور شد. همزمان سفیر تاجیکستان از شهروندانی که عین زمان در روسیه قرار دارند جهت اشتراک فعال آنها در انتخابات که در نمایندگی‌های دیپلماتی تاجیکستان در شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ، اوفا و نوسیبیرسک برگزار می‌گردد دعوت به عمل آورد. همچنین محمد ساتورov تاکید کرد که عین زمان چسبگاه انتخاباتی در منطقه‌های نامبرده روسیه برای برگزاری انتخابات پرزیدنتی آماده می‌باشد. در این خصوص از خدمات مطبوعات سفارت تاجیکستان در روسیه خبر دادند. تفصیل خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. موضوع دیگر را نظر میکنیم. پالات منطقوی سودا و صنعت ولایت لنینگراد روسیه لایحه بی‌نظیر پلتفرم مهاجرت رقمی سالمپورت را آغاز کرد. تا آخر سال تقریبا 1000 مهاجر به این پلتفرم وارد کرده شده. همه حجت‌های آنها رقمی کرده میشوند. سال آینده این رقم به یک چند هزار خواهد رسید، گفتند دستاندار کرون. پلتفرم رقمی همچون واسطه موثری به ترتیب درآوردن بازار مهاجرت مهنتی تهیه شده است. این همکاری‌ها را از یک طرف برای مهاجران که می‌خواهند قانون کار و بود و باش داشته باشند، از طرف دیگر برای کارفرمایانی که می‌خواهند کارمندان نو را به کار گیرند و طور نظررس ساده می‌کند. در پلتفرم سالمپورت کارمندان احتمالی می‌توانند حجت‌ها را رقمی کنند و کارفرما عریضه پیشنهاد سازند و کورس‌های زبان روسی از فاصله دور نام‌نویس شوند، چپ‌های قطار یا اتوبوس خرند، منزل را اجاره گیرند و یا دیگر عملیات‌های ضروری را انجام دهند. پلتفرم رقمی امکان می‌دهد که همکاری‌ها بین کارفرمایان، خدمات شغل اهالی منطقه و مهاجران با مقصد نظارت و تقسیمات ثمراناتی ذخیره‌های مهنتی راه مانده شود. هر یک مهاجر با زبان مادریش امکان پیدا می‌کند که با خزینه رسمی جای‌های کاری کلی از کارفرمایان تصدیق شده خدمت‌رسان شغل اهالی، اگنت‌های شغل خصوصی و اپراتوران جلب شده رایگان دسترسی پیدا کنند. شهر داده است دیرکتور اجرایی پالات سودا و صنعت ولایت لنینگراد ایگور موراویوف. زبان‌های اساسی پلتفرم زبان‌های روسی و ازبکی میباشد. اخیراً برای آن انتخاب شده است که طبق آمار 80% مهاجران مهنتی در منطقه شهروندان ازبکستان میباشند. اما کمی درتر معلومات هم با زبان قرزی و هم با زبان تاجیکی نیز در پلتفرم مذکور پیدا گردید.
ژانا کادیلیوا دایرکتور مرکز агентии تشبث‌های استراتژی مطمئن است که فعالیت پلتفرم مذکور امکان دست می‌دهد که طلبات کارفرمایان به ذخیره‌های مهنتی و شماره مهاجرانی که به شغل منفعت دارند آنلاین نظارت کرده شود. تحولات تاجیکستان و جهان را شما مستقیما میشنوید و از روسیه به قرقیزستان میرویم. نظر به حوادث های بشکک میکنیم. همچنین گروه از وکیلان پارلمانی قرقیزستان که شام 6 اکتبر در منطقه استراحتی نزدیکی دوستوک پایتخت قرقیزستان جمع آمده بودند، سابق وکیل پارلمان صادر جپاروف را نامزد به مقام سروزیری قرقیزستان پیشبری کردند. پیشتر خبر داده شده بود که همین گروه استعفای رئیس پارلمان قرقیزستان دستانبک ژومابک را پذیرفته، مکتبک عبدالدایف را وکیل فراکسیای بیربال را رئیس نو پارلمان انتخاب کردند. اما دلایل حجتی پیشنهاد نشده است و چقدر وکیلان در این جلسه شرکت کردند و چند درصد آنها به طرفداری و یا مخالف آواز دادند. گفته می شود که مکتبک عبدالدایف استعفای سروزیر قوبتبک برانوف را در آنجا خواند و پس از آن حاضران آواز دادند که صدر جپاروف به وظیفه سرور حکومت پیشبری کرده شود. در این نشست مکتبک عبدالدایف که از جانب گروهی از وکیلان به حیث رئیس پارلمان دعوت کرده شده بود، صدر جپاروف را به سفیدکونی روز 6 اکتبر به دست آورده تبریک گفت. در مصاحبه با خبرنگاران مکتبک عبدالدایف فهماند که برای انتخاب شدن به مقام سروزیر صدر جپاروف باید با اعضای پارلمان ساختار کابینه وزیران آینده را معرفی کند و آنها را به برنامه‌های خود آشنا سازد. وکیل پیشین ژاگار گوکنش پارلمان قرقیزستان صدر جپاروف که به 11.5 سال زندان روانه گردیده بود، در مؤسسه اصلاحی خدمات امنیت نگهداری میشد. تظاهرگران شب 6 اکتبر پس از اشغال بینای حکومت، پارلمان و بینای کمیته امنیت، سابق پرزیدنت زندانی المازبک اتامبایف، سابق سروزیر زندانی و همین صدر جپاروف را از زندان امنیت رها کردند. ادامه خبرها. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به مقامات دخلدار دستور داده است که مجموعه چاره‌هایی را تهیه کنند که به شهروندان هنگام راه اندازی احتمالی قرنطینه محدودیت‌ها معین گردد. خبر داده است اظهارات سرور دولت روسیه در جلسه شورای تربیت جسمانی و ورزش صدور داده است. ولادیمیر پوتین قید کرده است که محدودیت‌هایی که در اول سال با سبب تعداد پنجشنبه سرایت کرونا ویروس جاری کرده شدند، بعد استادان تربیت جسمانی، ورزشکاران کسبی، چنین تشکیلات و کارخانه‌ها تاثیر جدی رسانید. از این رو رئیس جمهور روسیه قید کرده است که در استراتژی نوی رشد تربیت جسمانی و ورزش در کشور تا دوره سال 2030 باید تدبیرهای دستگیری ساحه دخلدار پیش بینی کرده شود. پیشتر خبر داده شده بود که وضع پنجشنبه کرونا ویروس در مسکو دهشتبار است. در همین حال روز گذشته در مسکو 41 نفر با التهاب شش و تشخیص مثبت کرونا ویروس فوت دیدند. ستاد فدرالی ضد کرونا ویروس در یک روز پیش درباره 31 قربانی کووید 19 در مسکو گزارش داده بود. طبق معلومات آخرین در مسکو بیش از 311,000 حالت کرونا ویروس معاین کرده شده است. شماره برقرار شدگان از 255,000 نفر گذشت. شهردار پایتخت روسیه سرگئی سابیانین روز سه‌شنبه گفت که وضع کووید 19 در مسکو مرکب‌تر می شود. پایتخت به اوج بهاری نزدیک می گردد. در رابطه با این مقامات شهر محدودیت‌های نو را جاری خواهند کرد. نشر خبری بود مستقیما روی موج رادیو مهاجر. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی انتظار خبرهای تازه بمانید.